بودن به ریاست امنیت ملی آوردن. چی وقت چه ریاست چیل آوردن مرا به نام مقامت گرفته بودن. به مرا از همراه مقامتی یک جای انداختن که وطندارای شما بودن، اندرا بودن، از جلال آباد بودن. هر شب میکشتن. مرا 3-4 دفعه بردن. اینجا به اتفاق شدن. اینجا داخل یک وطندار من بود پشهی بود. امی ویدیو من نشر کردن که ویدیو از من نشر نمیشد. 3 دفعه مرا بردن. گفتن چه میره سنگسار بکنی. یک دفعه گفتن تگا ببره، یک دفعه مرا طرف امی ارزان قیمت یک نامش از این طرف مرا بردن. خودی امبولانس شانده بودن. هر شب میکشتن. او 5 نفر 10 نفر یک رقم زدن میکرد. مخوالیم میگیم چه طالب مسلمان نیست. هر نفر مسلمان میگه خدا میره تباه کنه. مخو طالب هیچ وقت مسلمان نمیگم. نه مسلمان امیر رقم کار میکنه. دستای ما چپاولچک